طبق مبحث 12 در کارگاه عمرانی به ازای هر 25 نفر یه سرویس بهداشتی، یعنی اگه 55 نفر نیرو ما توی کارگاه داریم باید 3 تا سرویس بهداشتی در نظر بگیریم واسه کارگاه. لایکو بزن بیا تا بهت بگم. در کارگاه ساختمانی در جایی که مساحت زیربنا 3000 متر مربع یا ارتفاع سازی 18 متره شما باید یه مسئول ایمنی داشته باشید. پس از هر بار استفاده از وسایل بالابر و زیر جرثقیل‌های ثابت شما باید چنگک ها یا اصطلاحاً شیطنکشون و کابلاشون رو قبل هر بار استفاده باید چک کنید. بعد خدمتتون بگم هر هفته یک بار توسط شخص ذی‌صلاح بازدید فنی بشه و هر 6 ماه یک بار معاینه فنی انجام بشه برای راننده‌اش، سلامت راننده‌اش و هنگام جابجایی‌ها دوباره معاینه فنی نیازه واسه جرثقیل‌های سبک، سنگین و اینجور وسایل مثل تابلو اینا. به ازای هر 200 نفر شما باید یه پایگاه بهداشت سلامت داشته باشین. اگر تو پایگاهتون 200 نفر نیرو داره کار میکنه شما باید یه پایگاه بهداشت سلامت داخل کارگاهتون راه بندازید. آژیر خطر یکی از نکات مهمیه که خیلی به کار میاد. حتما تو کارگاهتون یه آژیر خطر داشته باشین.